پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال شهر دوشنبه مکان برگزاری چهاربینی‌های سطح جهانی. دوشنبه میزبان مسابقه بین المللی اوید به تنیس بین نورسان برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. تنیس یکی از نمادهای زیبای ورزش بوده. تاریخی خیلی کهن دارد. از جمهوری قزاقستان برای اشتراک در مسابقه بین المللی اوید به تنیس برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آمدم. اولین مراتب است که من به تاجیکستان میآیم. زیبایی‌های دوشنبه و مردم مهمان‌نوازش به من خیلی پسند آمد. ما مربیان کوشش غرض میکنیم که زیادتر تعلیم دهیم برای نورسان که در آینده پرچم جمهوری تاجیکستان ما را بردارن و ما سرفراز شدیم. به تاجیکستان اومدیم، زمین‌ها از شرایط خوبی بهره منده. امیدوارم تورنمنت خوب باشه. اولین تجربه بچه‌هاست. اشتراک 64 ورزشگر از 12 دولت جهان. جانیر زیاری هستم از کشور ایران. برای مسابقات ATF شرکت کردم زیر 14 سال. سطح مسابقات خوبه، بازیکنان خوبی شرکت کردن. همه چی خوب بود. امیدوارم که مسابقات هم خوب پیش بره. از جمهوری هندوستان به تاجیکستان آمدیم. این تنها بازی تنیس یا تنها مسابقه نیست. این دوستی بین ملت‌ها و از همه مهم دوستی نورسان و روح بلند کردن آنهاست. کوشش کردن که در این مسابقه هم پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم.